به نامم بینام پرنشان که مبدأ وجود است و غایت غایات. آقای کیانفر از لطف شما سپاسگزارم. آقای کیانفر فرمودن امروز 17مین جلسه است، سرآغاز سال دوم جلسات میراث مکتوبه. بنده میخوام در آغاز سال دوم یه راه دیگری رو هم باز کنم. خب من افتخار دارم در خدمت آقای ناجی هستم، همینجور جناب آقای کیانفر که منت بزرگی برگردنم دارند و جدای این دو بزرگوار میخوام اجازه بگیرم و بی اجازه هر دو بزرگوار آقای اوجبی و استاد عزیزم آقای دکتر مرتضویان که بنده افتخار حضور دادند و البته از تواضع ایشون و آقای اوجبی هیچ بهره‌ای نبردم، بی هیچ تواضعی، صرفاً اطلاعاتی رو که اینجا ارائه میدم تقدیم محضر این دو بزرگواری بکنم که سالهاست به هر حال ریزخوار خوان نعمتشون بودم. مشهور به خطیب رومی گویا سیسرون بوده باشه، در انتهای هر سخنش میگفته که با همه این حرفها همه راهها به روم ختم میشود. نسبت خود بنده و سهروردی هم گویا چنین شده است. یعنی به هر حال در تاریخ اندیشه دوران اسلامی تلاش بنده این است که یه جوری راه رو به شیخ اشراق ختم کنم. خوشبختانه آقای دکتر نخواستم بگم که این تیترها معمولا ساخته خود آقای کریمیه. باید شود که خب آقای دکتر ناجی لطف کردن و اتفاقاً با بیانات شیواشون راه من رو هموارتر کردن و میکنم حالا بهتر بتونم بپردازم اتفاقاً به مسائلی که ایشون به اشارت به دلیل ضیق وقت ازش گذشتن. در روزگار ما و به ویژه در دهه اخیر خب سهروردی توجه دوباره‌ای بهش شده، بهتره بگم. این بار به خلاف گذشته که ازش به شیخ مقتول، شیخ العارف، صاحب الاشراق، شیخ اتباع الاشراقیین یا اتباع الرواقیین یاد میشد، از شیخ در واقع اشراقی ما به شیخ مظلوم داره یاد میشه. شیخی که در تاریخ تفکر اسلامی بنابر این مدعای مظلومیت به فراموشی سپرده شده و حاشیه گذاشته شده. چون این ادعایی حالا ظرافتش در اینه که اتفاقاً از دردمندی و توجه خاص به شیخ اشراق برخواسته، اما با دریغ تمام چندان مستند نیست. ما هنگامی که به سنت اندیشه دوران پس از شیخ اشراق بنگریم و به ویژه همت بکنیم و به سراغ مخازن خطی کتابخانه‌های ایران و سایر کشورها برویم، می‌بینیم درست است که شیخ اشراق در سده ششم هجری ظهور کرد، اما انصاف این است که بگوییم حضور قوی و بلکه در مواردی سیطره آراء شیخ اشراق متعلق به دوران پس از اوست، یعنی سده های هفتم تا مکتب اصفهان که آقای دکتر ناجی بهش پرداختند. من سخنم در دو بخش ارائه خواهد شد. بخش نخست رو میخوام بپردازم به راه‌های حضور شیخ اشراق در جهان اسلامی در سده‌های هفتم به بعد هجری. ما به سراغ تاریخ اندیشه فلسفی در جهان اسلامی که برویم، خب اظهار نظرهای مختلفی شده. عده‌ای آمدن تاریخ اندیشه فلسفی رو تا ابن رشد ختم یافته گرفتن، برخی که شاید مرحوم کربن شاخص‌ترین اونها و بسا که آغاز کننده راهی نوعی بود، این اندیشه رو ادامه یافته می‌بینند تا روزگار اصفهان و حتی پس از اون راه می‌برند. آنچه که هست این آرا به رغم درگیری‌هایی که دارند
میبایست مبتنی بر مستندات باشند. خب مرحوم کروان به جان خودش در طول سالها بیش از 3-4 دهه کوشید و بخشی از سنت در واقع اشراقی رو احیا کرد، اما راه نیمه تمام مانده، بگیم ربع راه رو هم شاید نه کروان رفته و نه سنت پس از کروان پیموده. واقع امر این است که ما میانه سده‌های ششم تا مکتب اصفهان رو که بنگریم، اگر قرار باشد بر مبنای مستندات موجود با تأکید بر نسخه‌های خطی منتشر ناشده سخن بگوییم، نگاهمون به تاریخ فلسفه در دوران میانه تمدن اسلامی، دوره اسلامی، دگرگون خواهد شد، بسا که زیر و زبر. آنچنان که از دل این متن‌ها برمیاد، خب بنده این افتخار رو داشتم به راهنمایی استادان بزرگوارم در طول این سالها تقریباً کمتر متنی است از آثار خطی شیخ اشراق و شارحانش که به لطایف الحیلی نسخه‌ای ازش تهیه نکرده باشند. حضور شیخ رو ما در 4 زمینه مشخص میتونیم در دوران پس از او پی بگیریم. راه نخست توجه به شرح‌هایی است که بر آثار شیخ در دوران پس از او نوشته میشه. این شرح آواز پر جبرئیل که خب نامبردار هستند و یه حوزه سومی هم داریم که کمتر بهش توجه شده، بهتر بگم تقریبا یادی ازش نشده، آثاری که در شرح رساله های دعایی شیخ اشراق نگاشته شدن. شیخ اشراق خب شخصیت چند وجهی و پیچیده است. ما از گرایش به مشایع‌گری ناب در آثار دوران جوانیش میابیم تا یه اشراقی اگر نگم 2 آتشه چند آتشه که در عین حال میاد به مسئله طلسم و تعویضات و اینها گویا تحت تأثیر مکتب‌های ارشد ازدائی و اهل حق موصل و خدمت شما ارشد ناحیه دیاربکر توجه میکنه. از جمله آثار این رساله است به نام التقدیسات، الواردات و التقدیسات. رساله دیگری داره به نام الدعوات و الاسماء، تعریض این رساله. طرفه اینه که در همین سده هایی که آثار فلسفی شیخ مورد توجهه، آثار عرفانیش مورد توجهه، این آثارش هم مورد توجهه و نادیده نگیریم شخصیت های کم ارجی به این آثار توجه نکردن. تا اونجایی که بنده باز جستم، کهن‌ترین شرحی که بر الدعوات و الاسماء شیخ هست مورخ حدود 760 قمری است که شخصی به نام نخجوانی به فارسی نگاشته. خب بنده نسخه خطیش رو به دست آوردم و کارهای تصحیحیش هم تمام شده و آماده انتشاره. از اون طرفه تر در واقع آغاز دوره صفوی ما شاهدیم که یکی از فقهای نامبردار شیعی امامی مذهب میاد شرح مینویسه بر الدعوات و الاسماء سهروردی که این در واقع متفکر نامبردار امامی کسی نیست جز شیخ ابراهیم کفعمی. من برای اینکه هر گونه شبهه‌ای هم رفع بشه از مطلب، فتوکپی تا شرحش رو آوردم که به خط خودش نوشته و صراحت میگه مختصر من شرح الفتوح شهاب الدین السهروردی المکتوب به حلب رحمت الله المسمى به کتاب دعوات الاسماء. نشون میده که وجوه مختلف شیخ در طول این سده ها مورد توجه بوده و چندان هم مظلوم نبوده. راه دومی که شیخ اشراق بهش توجه میشه و حضورش رو ما میتونیم قوی ببینیم در جهان اسلامی دوران پس از خودش، برمیگرده به نقل و تدریس آثار شیخ. خب بر اساس مستندات تاکنون موجود، بیشتر در افواه پیچیده که شیخ اشراق عموماً در حوزه فلسفی شیراز ابتدا مورد توجه قرار گرفت و خب
اون دعوی مشهوری که میان دوانی و دشتکی بر سر هیاکل و نور و پیچید مشهوره. واقعا این است که خیر، بسیار پیشتر از اینها شیخ در حوزه‌های فلسفی خاصی مورد توجه بوده و آثارش تدریس می شده. من بر این تاکید دارم. یکی از مسائلی که متاسفانه نادیده گرفته شده در بررسی مکتب‌ها و اصلا جریان‌های فلسفی و تدریس و حوزه‌های فلسفی مختلف انجامه نسخه هاست. یعنی ما نسخه های خطی رو که مورد بررسی قرار میدیم معمولاً شاید به گرایش خاص فلسفی مصحح و مصححان ما برمیگشته از کوربن و دکتر نصر و غیره، به این انجامات توجهی نکردن. نکاتی در این انجامات که بسیار راهگشا و تعیین کننده است. از جمله اونها چیست؟ ما مجموعه‌ای داریم، یعنی دو مجموعه در کتابخانه‌های ترکیه باقی مانده، در کتابخانه کوپرولو و ایاسوفیا، مجموعه رسائل شیخه. این مجموعه اولا خیلی جالبه که به ترکیب آثارش بنگریم و دو دیگر و مهمتر از این ترکیب آثار تاریخ تالیف، انجامه کاتب و تاکید کاتب بر یه مطلبی. کاتب این مجموعه ها شخصی است به نام بدرالدین نصوی که کمتر بهش پرداخته شده. شاید تنها ریتر باشه که صرفا اشاره میکنه در اون مقاله مشهور فیلولوژیکاش در در اسلام که این مجموعه رو چنین شخصی نوشته و رد میشه. طرفینه. نصوی در انجامه نسخه ها به صراحت میاره که من اینها رو برای تدریس برای خودم تهیه کردم. تدریس در کجا انجام شده؟ در مدرسه نظامیه و مستنصریه بغداد. تاریخش که میانه 701 تا 734 34 سال یه شخصیت دنبال آثار شیخ اشراقه. یکی از این نسخه ها که برای من طرفه بود از نظر مکانی انجامش خیلی جالبه. نصوی ظاهرا در عراق میگرده. خب رساله هایی که در اینجا هست حکمت الاشراق هست، المشار و المطارحات رو میاره، بخش منطق تلویحات هست، فی اعتقاد الحکما رو میاره، چند رساله عرفانی و غیره رو. دو سه رساله رو پیدا نمیکنه، از جمله کلمت التصوف. گویا من بر اساس انجامه نسخه عرض میکنم خبر بهش میرسه که نسخه در ایران موجوده. حرکت میکنه میاد ایران و طرفه اینه کجا میره؟ میره سلطانیه زنجان، چند ده کیلومتری زادگاه سهروردی. نسخه کلمت التصوف رو در اونجا میابه و در اونجا به نگارش در میاره، تحریر میکنه برای خودش. یه راه دیگه اینه. خب قدیمی ترین نسخه موجود از آثار شیخ که میدونیم حدود 643 جاجرمی نامی به نگارش در میاره. مجموعه رسائل عرفانی و برخی رساله‌های کوتاه شیخ اشراق به همراه برخی رساله‌های ابوالبرکات بغدادی و ابن سیناست. نسخه سفینه تبریز که سال گذشته منتشر شد، خب باز ابعاد دیگری از حضور قوی رسائل شیخ در اقصا نقاط جهان اسلامی رو آشکار میکنه. و اگر بخوایم بپردازیم به اینکه این نسخه‌هایی که به قصد تدریس در واقع آماده میشدن، این نسخه ها عموماً شامله در حوزه فلسفه حکمت الاشراق، المشار و المطارحات، پرتونامه، فی اعتقاد الحکما و هیاکل النور بودن. به همراه عرض شود آثار عرفانی که امهات اینها هستند: سفیر سیمرغ، بستان القلوب، کلمت التصوف، لغت موران، عرض شود که فی حالت طفولیه و رساله مشهور قربت الغربی. این یه عرض شود شیوه دیگه حضور، راه دیگه حضور شیخ اشراق در جهان اسلام. راه سومی که ما می‌بینیم از حضور قوی شیخ اشراق حکایت میکنه، آثار تألیفی است که اشراقیون پس از سهروردی به نگارش در آوردن. این آثار رو من به عمد از شروح آثار سهروردی دیگر میدونم. فکر میکنم باید برای اینا شأن دیگری قائل شد و کارکرد دیگری هم داشتن. اینها از جمله شاید دلنشین ترینشون و مخفول مانده ترینشون حیات النفوس محمد ابن اسماعیل ریزی است. به فارسی به نگارش در آورده که زنده یاد دانشپژوه منتشر کرد متن رو.
کتاب حجیم و چند جلدی شجره الهیه شهرزوری رو ما نباید از نظر دور بدانیم. شهرزوری درسته که سخن اشراقی خودش رو ظاهراً در شرح حکمت الاشراقش بیان میکنه، ولی شجره الهیه از این جهت برای ما مهمه که شهرزوری میفته به جان متکلمین در حوزه‌های مختلف، میفته به جان علمای علوم مختلف از یه منظر اشراقی. این نشون میده که کاربست حکمت اشراقی ورای آنچه که سهروردی مجال نگارشش رو یافت چی میتونسته باشه. این اواخر یه چاپ نچندان البته پسندیده ای از شجره الهیه در ترکیه منتشر شد. خب خبردار شدیم که آقای دکتر حبیبی که جاشون هم خیلی خالیه در این جمع، بخش‌های منطق و الهیات شجره رو تمام کردند و امیدواریم به زودی منتشر شه. آثار تالیفی کوچکتر هم داریم. قطب الدین شیرازی رساله‌ای در عالم مثال داره و به همین ترتیب میتونیم این آثار رو پی بگیریم. این یه راه. سرانجام راه دیگه حضور شیخ اشراق رو ما میبایست در آثاری باز بجوییم که به سنت‌های فکری مختلف در جهان اسلامی تعلق دارند، اما گویا به دلیل همین حضور زنده و عرض سیطره آراء شیخ ناگزیرن به شیخ اشاره کنن، یعنی بی تفاوت از کنار شیخ نمیتونن بگذرن. از جمله این آثار ما اسیرالدین ابهری و آثار به ویژه منتشر نشدهش رو داریم. البته خوشبختانه من شنیدم که خانم دکتر مارکوت یکی دو سالی هست که مشغول تدوین و تصحیح آثار ابهری هستن و به تعبیر خودشون به دلیل هم گرایش‌های اشراقی ابهری به سراغش رفتن. خواجه نصیر طوسی رو ما نباید از یاد ببریم، به ویژه شرح اشارات خواجه رو که اتفاقاً بسیار اشراقیه. آقای لندولت خب یه مقاله محکمی در این زمینه نوشتن، بنده حتما باید اینجا بهش ارجاع بدم. کتاب تعویلات کاشانی رو که شما نگاه کنید، من میخوام از حوزه‌های مختلف مثال‌های کوتاه بیارم، چنانکه آقای دکتر پورجوادی هم به تفصیل دربارش نوشتن، سرشار از اصطلاحات اشراقی، تعبیرهای اشراقی و آموزه‌های اشراقی و کار تا کجا بالا میگیره. قاضی میبودی دوست و همنشین دوانی هنگامی که میاد شرح دیوان امیرالمومنین مینویسه، موارد متعدد اشاره داره به آثار شیخ، از جمله به رساله هیاکل النور شیخ، نقل قول میکنه از این رساله ها و این باید برای ما مورد توجه باشه. این بخش اول سخن بنده است. به این اعتبار اگر بنگریم، به هر حال شیخ ما خیلی حاضرتر از آن چیزی بوده که تاکنون مطرحه. فکر میکنم باید یه مروری، یه ریویوی بر تاریخ نگاری فلسفه با توجه به این انجامه ها دست کم در حوزه سنت اشراقی انجام بگیریم. اما درباره نسبت روحانی میرداماد و شیخ اشراق، آقای دکتر ناجی که خب به کمال فرمودند، آنچه مسلمه میرداماد تخلصش اشراقه، اصطلاحات و سرفصل‌های آثار و حتی عناوین آثارش آثار اشراقی است. با این حال از نظر دور نداریم، چنانکه به درستی گفتن، میرداماد ظاهراً یه مشایی به شمار میاد. من تعبیری براش ساختم، میگم میرداماد از جمله کسانی است که میاد یه خوانش اشراقی از حکمت مشایی به دست بده. این خوانش اشراقی رو ما در سنت پیش از میرداماد داریم ها. شما پس از شیخ اشراق به همین شروع که بنگرید، دو سنت اشراقی رو در شهرها میتونید تشریف بدید. یه سنت اشراق اسولوژیایی، سنت نوافلاطونی است. سنت دیگر سنت اشراق خسروانی است. سنتی که به در واقع معارف ایرانی بیشتر توجه داره تا آموزه های نوافلاطونی. میرداماد آنچه که مسلمه به یک تعبیری به هیچ یک از این دو تا سنت تعلق نداره.
و باز به یه تعبیری میتونید از هر دو سنت رگه هایی رو در آثار میر بیابید. خب به همت آقای دکتر ناجی، آقای اوجبی و استاد نورانی که جاشون خیلی خالیه، بخش مهمی از آثار میر منتشر شده. متاسفانه تا تمام آثار منتشر نشه نمیشه در این باره سخن رو قطعی کرد یا محکم سخن گفت دست کم. ما میدونیم بر اساس در واقع شرح حال‌هایی که از میر نگاشته شده، میر یه بخشی از زندگیش رو در قزوین به سر میبره. مدت کوتاهی در کاشان بوده. از یاد نبریم کاشان دوران میر یه حوزه فلسفی اتفاقا خیلی محکمی داره. این حوزه فلسفی حتی در آثار تفسیری بازتاب داره. شما تفسیر مهم منهج الصادقین ملا فتح‌الله کاشانی رو ببینید. باز از یاد نبریم که جناب ملا صدرا هم یه مدتی از محضر همین ملا فتح‌الله کاشانی بهره گرفته و بعد میدونیم که به مشهد میره پیش از اصفهان. سالها در مشهد بوده، همینقدر آوردن که در مشهد با آثار ابن سینا آشنا شد و شفا خوند و تعلیقات و رساله های مختلف شیخ رو. متاسفانه میگم شاید به دلیل اینکه تمام آثار میر در اختیار ما نیست، شاید یه جا خودش اشاره کرده باشه، ما نمیدونیم که کجا با آثار سهروردی آشنا میشه. ولی این رو میتونیم بگیم که میر از دوره حضورش در اصفهان نمیتونه از کنار سهروردی بی تفاوت رد شه. آقای دکتر ناجی به درستی فرمودن میر از شیخ اشراق هیچ وقت نمیاد مثل ابن سینا به شریک و نافر ریاض یاد کنه، نمیاد مثل فارابی بگه شریک و نافر تعلیم. حالا من نمیدونم که واقعا قد و قواره ها نسبت وجودی و نسبت وجودی اینا با هم میخونده یا نه، وارد این بحث هم نمیخوام بشم. ولی از همون آغاز عرض شود نگارشش شما جای پای شیخ اشراق رو محکم میابید. آقای ناجی فرمودن که از شیخ اتباع الرواقیینش تقریبا در اواخر عمر رو در قواسات و اینها یاد میکنه. میخواستم عرض کنم که نه، دوره جوانیش هم یادهایی کرده. در تقویم الایوانش همین هر 4 اصطلاح رو به کار میبره. در 2 رساله کوتاه دیگه‌اش هست به همین ترتیب از شیخ یاد میکنه. و طرفه اینه که به همت آقای نورانی ما یه رساله چند صفحه‌ای از میر پیدا کردیم، منتشر شده که بنده آوردم اینجا در مصنفات میر داماد، تعلیقه بر بخشی از حکمت الاشراق. تاریخ این تعلیقه برای ما میتونه تأمل برانگیز باشه. اگر اشتباه نکنم تاریخ تعلیقه بله 1029 هجری قمری است. از اون طرف موضوع تعلیقه هم میتونه برای ما قابل در واقع درنگ و تأمل برانگیز باشه. موضوع تعلیقه مسئله تناسخه. ما از دوران پس از شیخ اشراق کمتر اشراقی رو میبینیم که وقتی به حکمت الاشراق میرسه یا اصلا به شرح آراء شیخ میرسه به نوعی درگیر با مسئله تناسخ نشه. شاید به یک اعتبار منصفترین اینها ابن کمونق در شرح منتشر نشده تلویحاتش، از تنقیحات فی شرح تلویحات، در نسخه خطیش ابن کمونه خیلی رندانه میاد تمام دلایل اثبات تناسخ رو میگه به سنت اشراق، بعد تمام دلایل رد تناسخ رو هم بیان میکنه، بعد میگه خب حالا هر کس میخواد از میان اینها انتخاب بکنه، از نظر من هر دوی اینها برابر هم هستن. این رو شما در ابن کمونه میابید. بعد میبینید قطب الدین شیرازی وارد معرکه میشه، در شرح حکمت الاشراق به یک تعبیر ناگزیر میشه مسئله تناسخ رو به سیاق اشراقی بپذیره و این مطلب تا شرح الواح عمادی جمال الدین محمود نیریزی ادامه داره. این شرح الواح رو ما نباید از کنارش به سادگی بگذاریم. محمود نیریزی متوفای 930 قمری است. یه شرح 1000 صفحه‌ای بر الواح عمادی 100 صفحه‌ای سهروردی نوشته در دوره صفوی. متاسفانه به دلیل بدخوانی ریتر این شخصیت تا به حال خونده شده ودود تبریزی. محمود نیریزی رو ریتر ودود تبریزی در فیلولوژیکا ضبط کرده.
مرحوم کوربن بر اساس خطای ریپر یه فیلسوف ساخته در دوره اسلام. یعنی ایشون یه مقالتی داره، مقاله مفصلی تحت عنوان 3 فیلسوف آذربایجانی، سهروردی، ودود تبریزی و مولا رجب علی تبریزی، که از این 3 دست کم یکیش نیریزی از آب در آمده و فکر کنم باید درش تأمل کرد. به هر حال الواح عمادی هم ناگزیر به مسئله تناسخ بپردازه و این بحث زنده و داغی است در دوره صفوی. من میخوام عرض کنم که میرداماد اگر میاد به بحث تناسخ صرفا اشاره میکنه، میخوام ازش چند تا نتیجه شخصی بگیرم و با نکته سنجی‌های دوستان شاید بحث رو دقیق‌تر کنیم. چرا این مطلب مطرح میشه؟ خب یه بخشیش برمیگرده به حضور آثار شیخ و انتصاب محکم تناسخ بشه. از یاد نبریم، اینو همینجا بگم، آقای ناجی فرمودن که میر چندان بزرگ یاد نمیکنه از شیخ اشراق، ولی به شارح شیخ که میرسه، یعنی به قطب الدین شیرازی، عین عبارتش اینه، میگه شارح الاشراق قطب فلک و تحصیل و تحقیق. چنین عبارت فخیمی رو درباره شارح سهروردی به کار میبره. مسئله تناسخش رو به نظر میاد اگر در ارتباط با حضور نقطویه در اون روزگار در نظر بگیریم، شاید راه در واقع تازه‌ای بر ما گشوده بشه. میدونیم نقطویه در همون دوران به تناسخیه اشتهار دارن. اینها به شدت تحت تأثیر سهروردی هستند و خدمت بزرگوارتون عرض شود که سرکوب شدن، بسا که به دلیل اشتهار اینها به حالا کفر و زندقت و غیره و تصریحشون در آثارشون باز منتشر نشده است متاسفانه، به آثار شیخ اشراق و غیره باشه که میر اینقدر با احتیاط به سراغ شیخ اشراق میره. من 3 مطلب کوتاه عرض کنم. مطلبی که آقای دکتر ناجی فرمودن در عدم تبعیت تام تقویم الایمان از حکمت الاشراق و شجره الهیه یاد میکنه و عرض شود که از تلویحات. به نظر من بخشی از عدم تبعیت میر برمیگرده به این منابع اشراقی که در اختیار داره. یعنی میر داماد حالا شاید هم اینها رو عامداً برگزیده، ما متاسفانه برخلاف ملا صدرون فهرست کتابخونه رو در اختیار نداریم، فهرست کتابخونه ملا رو در اختیار داریم. میر داماد از یاد نبریم وقتی به شجره الهیه رو میکنه، عرض کردم شجره کتاب اشراقیه ولی با روی کرده کلامی. میر هم همونجور که آقای ناجی فرمودن روی کردش چیه؟ کلامیه، طبیعی است که پس خیلی در واقع تمایل به تبعیت نداره. بسا که نام نبردنش از ابن عربی هم ریشه در چنین مطلبی داشته باشه، یعنی به این سنت توجه داره تا به اون سنت اشراقی در واقع متمایل به ابن عربی. خدمت شما عرض شود به رغم اینها ما چند مورد هست که نمیتونیم حضور قوی شیخ اشراق رو در آثار میر نفی کنیم. در مسئله علم باری به جزئیات که آقای دکتر فرمودن، همون که مایه در واقع کفر و ضلالت حکمای مسلمان شد از جانب غزالی، به نظر میاد میر تحت تاثیر فصل 3 از هیکل 4 هیاکل النور آمده و اون بحث رو البته با لطافت و ظرافت و استدلال تازه‌ای مطرح کرده. در کتاب تقویم الایمانش اونجا که میاد از انواع علم بحث میکنه، علم رو به 2 گونه برمیشمره، از جمله علم حضوری اشراقی تحت این عنوان ازش یاد میکنه. شما رد پای محکم سهروردی رو، حتی مقدمه حکمت الاشراق رو به یک تعبیر میتونید بیابید و موارد دیگه‌ای که آقای دکتر ناجی هم به درستی ازش یاد کردن. من سخنم رو با 2 مطلب میخوام به پایان ببرم، اگر آقای جانفر اجازه بدن 1 دقیقه بیشتر هم مجال نخواهد برد. یکی این که آقای ناجی در مورد ابن سینا که فرمودند به مسئله موجود به ما هو موجود رو مطرح میکنه، من فقط برای تدقیق بحث این رو عرض میکنم که کندی همین تعبیر رو به کار میبریم. اون تا تدقیق بحث و اون نحوه پرداختن همونجور که فرمودن
به ابن سینا برمیگرده. نکته دیگر که بحث حضرت حق و احدیت و واحدیت رو که آقای ناجی فرمودن، یه مطلب ظریفی رو از ذهن دور نکنیم. اگر ما اینجا فلوتین رو ازش یاد میکنیم، فلوتین به تعبیری اسلامیزه شده رو داریم یاد میکنیم وگرنه اون فلوتینی که شما در انعادها به سراغش میگیرید، به نظر میاد احد و واحد او که در تقابل با دمیورگ گنوسی آمده مطرح شده تعبیر دیگری داره. از حوصلتون سپاسگزارم و به هر حال مشتاق شنیدن نکته سنجی ها و نقد ها